ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. کوروش با فوج سربازان سرشمار جانب رود ارکس آمده بر ضد مساگت‌ها جنگی آشکارا سر می‌کند. برای عبور نمودن سربازان او از بالای دریا کوپرک‌ها می‌سازد. در روی کشتی‌ها برای عبور نمودن جنگاوران برج می‌گذارد. وقتی که کوروش مشغول این کارها بود، تامری سویش قاصد فرستاد با پیغام زیرین: دست بکش شاه میدی‌ها از کاری که به آن سرگردانی. آخر تو نمی‌دانی کاری پیش گرفته‌ات به نیکی انجام خواهد یافت یا نه؟ باز است و در سر امتان خویش پادشاهی بکن. با پادشاهی ما نیز خلل مرسان تا مشغول کار خویش باشیم. ولی کوروش سخنان تامریس را گوش نکرد و با لشکرش از دریای ارکس یعنی امودریا گذشته مساگت‌ها را دنبالگیری کرد. در محاربه یکم با دسته های پیشگرد مساگت‌ها فارس‌ها غلبه کردند. در این زد و خورد پسر ملکه مساگت‌ها هلاک گردید. تامریس همه نیروهای جنگیش را گرد آورده و کوروش حمله نمود. و من چنین می نماید که این محاربه از تمام جنگ‌هایی که بربری‌ها یعنی مساگت‌ها تا این دم به سر برده بودند شدیدترینش بوده است. از روی شنیدم جنگ این طریقه رخ داده است: اول هر دو قشون از مسافه دورتر ایستاده به یکدیگر از کمان تیر انداختند. سپس وقتی که تیری کمان تمام شده است به جنگ تن به تن گذشته نیزه و شمشیر زنی کردند. قشونها مدت دور و دراز با هم مقابل ایستاده هیچ یکی از طرفها رو به گریز ننهاده است. نهایت مساگت‌ها غلبه به دست آوردند. بیشترین قسمت قشون فارس در میدان جنگ نابود گردیده. خود کوروش هم کشته شده است. او 28 سال پادشاهی کرده بود. تامریس مشک را پر از خون آدمی کرد و امر داد که از بین مقتولان جسد کوروش را پیدا نمایند. بعد یافتن او سر کوروش را با مشک پرخون غوطانیده با تحقیر گفت: هرچند میبینم که در محاربه بر تو غالب آمدم، ولی تو بر دشمن بار گران اندوه را گذاشتی. با مکر پسرم را از من ربودی و اکنون تو را از خون سیر خواهم کرد، چنانه که برایت تهدید نموده بودم. این روایت تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است معلوم نیست، ولی ما این قصه را برای آن ذکر کردیم که عاقبت توسعه طلبی ها، ضبطکاری ها به چه انجام می یابد. البته کوروش کبیر از ضبطکامان و جهانگشایان و قدرت طلبان مثل چنگیز، تیمور و حتی اسکندر مقدونی و لشکرکشان عرب تفاوت کلی و جدی داشت. او هیچگاه به قتل عام راه نمیداد. در همان دوره‌های اول انکشاف تمدن بشری رعایت حقوق انسان و عدالت و انصاف را از جمله اصل‌های دولتداری می‌دانست. اعلامیه او از دوراندیشی و خردمندیش گواهی می‌داد. او بنیادگذار دولت نخستین منظم و متمدن انسانی بود. به هر حال از سبق مثبتی که کوروش داشت باید عبرت گرفت. او آریایی بود که آزادی را بهتر از همه چیز می‌دانست و دشمنان اسیر گرفته‌اش را به غلام تبدیل نمی‌داد.